جزاک جزاک الله خیر. استاد اول دوم کس دیگه کرده بودن که ایشان میگن که من یک طفل 2 ماهه دارم و جنین من فکر میکنم که در 1 هفته و یا 1.5 هفته بسته شده به خاطر از اینکه حیضم به طبیعت رسیده. آیا من اگر این از بین ببرم و دیگه اشتکم مثلا 1.5 سال اینقدر تفاوت داره ولی صحت مادر خوب است، یعنی به این رقم نیست که مثلا به مادر خطر باشه، خود این که مثلا به تعویق افتاده نشده که در بین یک طفل یک فاصله باشه. آیا امی جنین میگه اگر از بین برده شود کدام اشکال شرعی داره و یا غیر گناه داره نکنین. و طفل که بعد چی شد دیگه او را سخت نکنین، مگر ای که و هم در این حالت ها بعض علمایی را میگه که اگر جان مادر در خطر باشه، یعنی ما خطر مرگ باشه، باید میگه خیر است. در غیر از او بگو نه دیگه خیر است، این نعمت الله است. بانین او که جلوگیری میکنه از اول باید چیز کنه، یعنی فاصله ای. خب اما در غیر جزاک از او را نکنین کار.